اگه این ترفند روانشناسی رو یاد بگیری زندگی تغییر خواهد کرد. اگه در حال گفتگو با کسی هستی و میخوایی تأثیر عمیق و مستقیم بذاری روش، از این تکنیک ساده اما قدرتمند استفاده کن. فرض کن تو یه جمع 3 نفری هستی، یکی داره باهات حرف میزنه ولی تو نگاهت رو به نفر سوم میدوزی. همون لحظه یه بازی ذهنی شروع میشه. فردی که داره حرف میزنه ناخودآگاه دچار تردید میشه. من دارم حرف میزنم، پس چرا به من نگاه نمیکنه؟ یعنی حرفم مهم نیست، یعنی این یه نفر دیگه مهم‌تره. و درست همین لحظه مغزش دچار لغزش میشه، کنترل مکالمه از دستش میره. تو بدون حتی یه کلمه فضا رو در اختیار میگیری. از طرف دیگه اون کسی که نگاهش میکنی احساس ویژه بودن میکنه، حس میکنه باش هم فکری، انگار داری تو سکوت ازش تایید میگیری. این یعنی چی؟ یعنی تو با یه حرکت ساده اتحاد میسازی و جایگاه قدرت رو جابجا میکنی. این تکنیک فقط درباره نگاه نیست، درباره نفوذ روی ذهن هاست. استفادهش کن، چون گاهی اوقات تاثیرگذارترین ابزار همون چیزیه که دیده میشه ولی درک نمیشه قبل از اینکه رد بشی و دیگه هیچ وقت منو نبینی. فالو کن.